سلام بچه ها، امروز میخوام بهتون یه ترفند یاد بدم برای کسایی که میخوان یه پروفایل شخصی جداگانه داشته باشن با یه رمز جداگانه برای خودشون. یعنی مخصوص کسایی که دوست ندارن اطلاعات شخصیشون رو کسی ببینه، یا مثلا دو نفری دارید از یه گوشی استفاده میکنید، یعنی دوتا گوشی کاملا مجزا میشه، یعنی دوتا صفحه و دوتا فضای کاملا مجزا. برای فعال سازیش وارد ستینگ میشید، میایید پایین additional setting رو میزنید، second space اینه که بزنید رمز میذارید براش. هر وقت اون رمزی که شما میزنید و بزنید وارد نمای شخصی خودتون میشه. یه رمز دیگه هم هست، اگه اونو بزنید وارد اون یکی میشه. یعنی دو تا صفحه کاملا مجزا، یعنی اطلاعات شما تو اون قرار میگیره، اون یکی اطلاعات هم تو اون، یعنی حافظه شما نصف میشه، همه چی. خیلی اصلا انگار یه گوشه دیگه ای دارید برای خودتون. مثلا والپیپر جداگونه میذارید، برنامه هایی که توش دارید جدا میشه. خیلی کاملا یعنی دوتا گوشی میشه دقیقا.